ای خدا، چی کار کنم کم پیسیم خلاص نشه و هم خرج تحصیلات ما به دست غضنفر بانک پول حاصله از حسابات مضاربت میادی را در بخش‌های آیا حلال است یا نه؟ السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میبخشین، میخواستم یک حساب مضاربت افتتاح کنم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. این از کارت حساب مضاربت من. مبارک باشه نعیم جان. این فایده حلال از حساب مضاربت شماست. تشکر. اینی را میگن هم خرما و هم ثواب. غضنفر بانک، پیشتاز در بانکداری اسلامی.